سلام بچه، اسم من تاکاتوناس. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم دوتا FFA های تیرکس ماین رو با هم دیگه بازی کنیم. یکیش FFA معمولیه و یکیش هم ناکبک FFA. بریم که داشته باشیم. خب اول از همه برای اینکه بریم ناکبک FFA رو بازی کنیم، FFA که تا توی لابی اصلی تیرکس ماین هست، شما میتونید بریم بازی کنیم. اما شما باید برای اینکه بتونید برید داخل ناکبک FFA اول بیاین روی این بخش کلیک کنید و بعدش وارد یک لابی جدیدی از تیرکس ماین میشین. وقتی شما وارد اونجا بشید چند تا بازی جدید داره که اکثرشون صفر پلیرن، مثل پلی گیمز، TNT تگ، TNT ران، مثلا بلاک برتای اون بازیه مثلا الان 2 تا پلیر داره، اما پرطرفدارترینش ناکبک FFA و شما میتونید برین اونجا و بازی کنید. بریم داخل بازی. خب اول بازی که میایین داخل این وسایل رو میبینید. اولشون یه دونه استیک ناکبک یکه، من ارتقاش دادم. ناکبک دیگه و یه تیرکمون پاور 2، پانچ 2 که من پانچ 1 من ارتقاش دادم به پانچ 2 و دیفالت که بلاکیه که وقتی میذارینش بعد یه مدت حذف میشه، و یه دونه تیر و یه دونه جامپ بالت که با راست کلیک کردن روی زمین میذارینش و میپرین روش و جامپ پوست میگیرین و میرین بالا. یه دونه پر داره که وقتی رو راست کلیک کنید اسپید بهتون میده و به مدت چند ثانیه فقط، و یه دونه اندرپل که اگه یکی رو بکشید یعنی بندازینش پایین بهتون یه دونه اندرپل دیگه هم بهتون میده. بریم داخل بازی. و اینجا نه چیزی به نام فال دمیج هست نه چیزی به نام دمیج خوردن، یعنی اینجا دمیج میخوری اما اصلش اینه که یارتو بعد دشمنتو کامل باید بندازی توی وید، مگر اینکه اون یارت خوش شانس باشه و اون دشمنت خوش شانس باشه و اندرپلش بگیره و بتونه مثل من الان خودشو نجات بده. اون وقتی که مطمئن باشه نمیگیری اندرپل دیگه ای. بریم این یارو بزنیمش. یه دونه اسپیدو حمله. برو پایین. اون یارو رفت اما این هست و الان میبینید اینجا یه دونه اندرپل گرفتم به خاطر اینکه این یارو کشیم و همینجوری این بازی ادامه داره. همینجوری باید بکشیم و اینجا هم تعداد مرگات و تعداد کسایی که کشی رو بهت میده. افتادم پایین. اندرپل اینو من هدفم روی اینو باید بندازم. هر کی دیدم مینداخت. یا خدا لگ نجاتم داد. سلام. این نیفتم. بیافت پایین. من افتادم. وای بریم. اینو میبینی؟ دیگه نمیبینی. ریست مپ بعد یه چند ثانیه عوض میشه و مپ های جدیدی میاره. مثلا این حالت چیز داره، بگو دریایی، مثل اوشیمانیومت میمونه. اندرپل هم برس. این همه بهت فرصت دادم نرسیدی آخرشم. حواست باشه نیفتی. بیافتیم پایین. اندرپل برس به دادم که نمیرسی هیچ وقت. کم پیش میاد به دادم برسی. اوپس. بیافت پایین. منو ننداز. با پر فکر میتونی بندازیش پایین. یه بلاک بیشتر نمیبرتش عقب. داشت اندرپل برس به دادم. نمیرسی به دادم. چرا؟ برس به دادم دیگه. چرا یوه اینقدر تاریک
بله بعضی موقع بهتون افکت میده و همین دوتا افکت هم میده، فقط نمیدونم چرا. یکی افکت ندیدن و یکی هم افکت اسپید. یا خدا، من دارم فقط میخوام بلاک بپوشم، کسی هم منو نبینه. اول پشتم ولاب کنید. خوبه الان روشنایی اندرپل بیا به دستم. حالا برس به دادم. نمیرسی به دادم متاسفانه. یه بار دیگه همینجوری من دوست دارم فقط اینو ادامه بدم. رفت تو وید. سلام، بیفت پایین. ندارم اندرپل. میفتم تو وید و تمام. خب این آقای مثل اینکه داره بریج میزنه و ما چون از بریج را خوشمون نمیاد خودمونم بریج میزنیم. تو رو خدا منو فعلا نکشید. نکش. من همینجوری فقط دوستم بلاک بذارم. بلاک یکی از بهترین چیزای دنیاست. هم همینجوری فقط برم عقب، شیفت بگیرم برم عقب، هی بلاک بذارم. یکی از بهترین کارهایی که میتونی انجام بدی. خیلی حال میده. نه البته اگه حرفه‌ای باشی. برس، ادامه بده. از تو ابرا رد شو، به بالای بالا برو. همینجور به این گونه ادامه بده. همه رو دعوت میکنم بیان همین بالا، چون دارم پله افتادم پایین نمیرسم. خوشبختانه چون پله یه راحت میتونم برگردم به اینم پله من. چرا نمیتونم از عقب برم؟ میتونم؟ بله میتونم. برس بسر نمیرس. به هیچ جام نمیرسه. این بده. من باید یکی رو بندازم پایین. تا قبل از اینکه خودم به پایین انداخته بشم. بیفت پایین. دمت هم یکی رو زدم. خوب اندرپل دارم. دیگه کسی رو نمیخوام. یا خدا، کجا بودم؟ یا خدا. و حالا خودمونو ضایع میکنم. یه بار دیگه لگ میخوردی خوب بودا. اندرپلم رسید اما متاسفانه نرسید. قافیه‌ش رول کردی. خب من برسم به خطا رفت. اینجوری بیفت پایین. منو ندید اما من اونو دیدم اما با افتادم پایین. این همینجوری این افتادن و اینا ادامه داره و بعضی موقع اتفاقای باحالی هم توش میفته اگه اون مپایی که من میخوام توش باشه. خدایا همین الان ریست مپ شد. از این مپ متنفرم. با اندرپل میخوام بندازمشون پایین. من چرا اصلا اندرپل انداختم؟ خدایا لگ خوردم دیگه. نجات پیدا کردم. نه برو پایین ایول. انداختمش پایین. گودرت شو رت. نشد. خب خسته شدم دیگه. خب بریم FFA معمولی که خیلی خطرناکتر قراره باشه و اینجوری سوسولی قرار نیست باشه. خب اومدم. حالا بریم FFA معمولی.
که اینه و 16 تا هم پلیر داره. وقتی شما وارد اینجا وقتی وارد میشین یه چند تا زره میبینید که میتونید ببینید چیا روشه. دایموند سورد داره و کل فول و پروتکشن داره. اینور 32 تا تیر بهت میده و 60 آیرون سورد و روشه کامل. چرا اینجوری شد؟ یه لحظه من اینجا منو زودتر بکش دمتم گرم. اما مرد. خب و اینجا همه اینا هست میتونید بریم بخونین و بفهمین دیگه. آره این برم یه دونه شاپ داریم که از اینجا میتونید با چیزایی که اینجا هست مثلا الان 110 تا ران یه باید پولی. خب که شما با اونا میتونید یک عدد مثلا از اینا بخرید و مثلا دایموند سورد مثلا با شارپنس و اینا یا با پاور 3 تیر و حتی از اینجا میتونید شیلد بگیرید که خیلی موثره و اینچانتد گلدن اپل با 5000 تا. یعنی واقعا باید زحمت بکشی تا بتونی به دستش بیاری. خیلی باید بشه. حالا ما میتونیم راست کلیک کنیم و اینجا میتونیم انتخاب کنیم آقا کجا باشیم و یا میتونیم کلیک چپ کنیم و یه جا رندوم ما رو ببره و احتمالا بر اساس جمعیت ما اینجا میریم چون فعلا هدفمون این نیست که بگیریم همه رو یهو بکشیم. نه، هدف ما اون هلیکوپتر زیباست و نمیخوایم که اینجوری پیش بره و این ما رو میکشن دیگه. خیلی سخت. همه هم به باور همه تیراندازان میرون باید. حالا بذار من بسایی کنم من اینجا برم بالا. این از این اپ نه خوبه. اینجا میای میپری من غلط کردم. بلم کن منو سلام. بی تربیت. منو کش. اشکال نداره یه بار دیگه. سلام. اهمیت نداره. خب پس من الان دشمن هلیکوپتری فعلا کسی نمید و آقا با دوستی خدای لگم من تو حق نداری من رو بکشی. خب بریم اصلا بهش کدوم از این دایموندی هم اهمیت نمیدم. چقدر لگم خدای لگم. هیچکس حق نداره من رو مسخره کنه چون من یه خدای لگم من و همینجوری پیش به سوی بالا دارم میرم تا برسم به اون هلیکوپتر و از اونجا یک کمپر سطح 1 بشم. واو بذار شمشیر داشتم باشه. خب حالا میرسیم به نکته اصل. شما از اینجا میای بالا شیفت رو میگیری و میپری بعدش دوباره شیفت دیگه گرفتی میپری شیفت رو ول میکنی مثل آدم میپری بچم نمیخواد کنترل بگیریم که ساعتتون بره بالا و مثل آدم میریان. حالا از اینجا میپری میری اینور. خدا و با حواستون باشه که سریعاً بچسبیم به اون نردبونه و نه فاتحتون خونده است. آره حالا دوباره تلاش
بهش گفت برو جلو، این زندگی بهت میگه بدو بدو، تا پاهات از خستگی زغ زغ کنن و به دیوار مرگ سک سک کنن و یکی نیست بگه چته، یکی نیست که امیدی به دل تو بده، میمونی تک و تنها با یه دنیا گله، یه روح تو زندون با بدنی که بله، تو دل دنیا که بهش داری بالا. حالا دوباره مثل همون پرش عادی، یه پرش خیلی عادی میریم، دوباره میایم اینجا یه پرش میریم و سعی میکنیم که بیا چسبیم به این نرده برو. نه چسبید، خدا خیلی سخته، خدایا منو بکش. الان خودم کشتارگاهم. بهش گفت برو جلو، این زندگی بهت میگه بدو بدو، تا پاهات از خستگی زغ زغ کنن و به دیوار مرگ سک سک کنن و یکی نیست بگه چته، یکی نیست که امیدی به دل تو بده، میمونی تک و تنها با یه دنیا گله، یه روح تو زندون با بدنی که بله، تو دل دنیا که بهش داری میگی بیره، از اول داری میگی سیره، من هر دردی که دیدم با این کوله بارا به سمت پیری میره، میبینی پس حتما یه تریپی هست، تو باید ببینی درد رو تو بگیری در یه روزی در دست وقت تو میشینی پس واسه هر در بسته کلیدی هست، وقتی قلب و شب در جنگ گرم و نرم و مرد و زن در نقش ره گذر و در رسیدم تو راه اصلا خوش نبود. با من برم مثل آدم بجنگم. اینو میبینی دیگه نیست. مثلا الان آدم خوش با دستش نیست. کشتم. خب یه تیم کمون بازی اینه دیگه دموده شده و وقتی سرعت حمله همه رو دارم میزنم. الان دارم از همون حرکت استفاده میکنم. پرچه اونور منو کشت. اینجا FPS هم بله 10 همچنان 10 مسخره بازی بسته. دوباره تیرکمون میشم برای آخرین بار، چون من یک کماندار حرفه‌ای ام. کسی از اونجا بخواد رد چه با من طرفه. نخون زوم سلام. قربت چرا اینجا خوب من غلط کرده. یا خدا این چی میگفت پشت من؟ زیر فرا ولم کن ولم که نصف جون دارم. مردم. در یه بار دیگه سرعتی لاوا سلاو بمیر تو هم بمیر. هم با هم بیا من رفیق کریتوسه. کریتوس سلام خدا کشتمش ببخشید. اکیپ تشکیل دادیم. بدن بابا نزن دیگه حله. دعوا باش حل. داداش جونم کمه نکش نامرد. کشت. من که میدونم کجا بیام. الان از خودتون برون بر. منم
کریتوس منم. نه این کریتوس. سلام منم. تازه اینجا هم میتونی خرید. این باش منم. نه این نیست. این چرا داره پرواز میکنه؟ حواسم باشه اینو نه. منو نکن. نه مرد. این اصلا کریتوس نیست. این هم اصلا چیز هیچ. You didn't have to cut me off like that. We were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a snake. ولشون سر کاری. یه بار دیگه میریم لاوا. حمله میکنیم. حمله میبریم. هی بربریم. تازه بربریم. بمیر قلب میخوام. بمیر منو نکش. مرسی که تا آخر ویدیو مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدیم. فعلا